یه روز یه بارون خیلی شدیدی میبارید. مولا نصرالدین از پنجره خونش داشت توی کوچه رو نگاه میکرد که همسایه‌شو دید که با عجله داره میدوه تا کمتر خیس شه. مولا صداش زد و گفت هوی، چرا اینطوری میدوی؟ چرا اینقدر عجله داری؟ همسایه گفت مگه نمیبینی بارون چه شدتی داره؟ مولا گفت خجالت بکش مرد، انسان که از رحمت خدا فرار نمیکنه. اون شخص ساده‌لوح و بدبختم پیش خودش گفت مولا راست میگه. بقیه راه رو آروم آروم رفت تا به خونش رسید. سر تا پاشم خیس شد. روز بعد همین شخص جلوی پنجره خونش وایساده بود و کوچه رو نگاه میکرد. تازه بارون شروع شده بود. مولا رو دید که توی کوچه لباسش رو به کمرش بسته و با سرعت میدوه. مرد گفت هوی مولا، مگه حرف دیروزتو فراموش کردی؟ چرا از رحمت خدا فرار میکنی؟ مولا گفت مرد حسابی، تو میخوای من رحمت خدا رو زیر پا لگد کنم؟ خلاصه رفیق، خیلی چیزا رو میتونن به راحتی به نفع خودشون تغییر بدن. خیلی چیزا برای من و شما گناهه، آره، عیبه، ایراد داره، ولی برای بعضیا میگه واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند؟